سلام و درود، امیدوارم که عالی باشین. آقا همینطور که گفتم، یکی از دلایلی که خواستم بیام ویدیو بگیرم توی یوتیوب و بذارم این بوده که من خیلی وقته به این فکر میکنم که میگم دیگه تقریبا انسان امروزی، بشر امروز، مشکلش دیگه ندونستن نیست، نداشتن علم و آگاهی نیست. شاید تا چندین سال پیش اینطور بوده ولی دیگه حداقل امروز اینطوری نیست. انسان امروزی دیگه به هیچ عنوان مشکل کمبود علم و اطلاعات و روش‌های رسیدن رو نداره، دیگه نداره. به نظر من که نه، دیگه واقعا درست همینطوره. با 4 تا کلیک توی اینترنت و فلان و دسترسی به هر چیزی دیگه ممکن شده، آسون شده برای همه. پس چیه که آدمیزاد هنوزم میناله، ناراحت، شاکیه، فکر میکنه نمیفهمم کافی نیست برای اقدام شروع نیست، کافی نیست. و به این نتیجه رسیدم که مثلا خود شخص من دیگه خدای نمیدونم شرکت کردن تو این دوره‌های انگیزشی و فلان و اینجور حرفام، چون منم مثلا همیشه فکر میکردم که کافی نیست، من باید یه چیزی رو بدونم، من باید یه چیزی رو بفهمم، کممه، بیشتر میخوام تا شروع کنم، این لازم نیست، من نمیفهم اطلاعات کافی ندارم. در قدم اول فکر کنم حتی خودم هم نمیدونستم که اصلا چی میخوام که اطلاعاتش نیست تا شروع کنم. به خاطر همین با خودم گفتم که دیگه بسه واقعا. من به شخص با مثلا همین مقدار چیزی که کف اینترنت و فلان و دیگه این روزا برای همه هست، برای همه موجوده، فقط کسی شروع نمیکنه. یعنی بزرگترین مشکل آدمیزاد به نظر من امروزه شروع نکردنه. یعنی همش منتظر اینه که چه میدونم یه چیز دیگه ای برسه. یعنی من از تجربه خودم میگم دیگه، همش احساس میکنی که کافی نیست، یه روز خوب قراره بیاد، یه روز خوب میاد، اون روزی که من قراره نمیدونم اقدام کنم امروز نیست، هنوز نوبتش نشده، وقتش نرسیده. در صورتی که برای من دیگه اینجوری نیست. مثلا من همین ویدیویی که الان دارم ضبط میکنم و میخوام بذارم با گوشی معمولی خودمه. بعد مثلا من خیلی وقتی همش با خودم گفتم که نه بابا، من دوربین ندارم، میکروفون ندارم، فلان ندارم. در صورتی که میخوای چیکار کنی؟ مگه تو کی که دوربین میخوای؟ مگه تو مثلا علم خاصی داری، تحصیلات خاصی داری، تجربیات خاصی داری که قراره به درد مردم بخوره که تو منتظر اینی که همه تجهیزات کامل بشن و فلان؟ بیوره تکمیل بشه که تو شروع کنی، تو بخوای یه کاری کنی. نه، من با خودم اینجوری بودم که آقا همین مثلا 4 تا چیزی که من یاد گرفتم، فهمیدم، میدونم کف اینترنت هست و من مثلا میخوام شروع کنم، میخوام اونجوری که همیشه فکر میکردم دوست دارم زندگی کنم و لیاقتم حقیقتا زندگی کنم، چیزی که الان نیست. نه جوری که دوست دارم زندگی میکنم، نه کاری که انجام میدم و دوستش دارم، نه چه میدونم با فرم بدنی و اینجور چیزای خودم حال میکنم، مثلا بدنم رو دوست دارم. خیلی چیزا رو توی زندگیم الان زنبور دوست ندارم دیگه. و به این معنای ناشکر بودن نیست، نه، منظورم اینه که یه سری استانداردهایی برای خودم دارم که زندگی فعلی من اون استانداردها رو نداره. بعد با خودم اینجوریم که خب چرا مثلا تا کی قرار نیست زندگی پرفکت باشه، درسته، ولی خب مثلا اون سبکی که دوست دارم زندگی کنم، جایی که دوست دارم زندگی کنم، کاری که دوست دارم خودم انجام بدم، شغلی که مورد علاقه خودم باشه، چرا نکنم؟ تا کی؟ خب تا کی واسش اقدام نکنم؟ تا کی انجامش ندم؟ تا کی منتظر یه امداد غیبی باشم؟ چون من فکر میکنم اینجوری باشه، انگاری
ته دلمون منتظر امداد غیبیم یا منتظریم که تمام اطلاعات عالم به ما داده شه تا ما شروع کنیم، که اینطور نیست. به خاطر همین من خواستم خودم رو یه جورایی جلوی دوربین بذارم که بیام بگم که آقا من میخوام دیگه شروع کنم، یه چه میدونم خیلی ساده. و اینم بگم من اصلا خوشم نمیاد، دوست ندارم که بخوام مثلا بلاگربادی در حالا تویین به بلاگری و اینا نمیکنم، ولی در کل مثلا من به شخص خوشم از این کارا نمیاد که بخوام بلاگری کنم. صبح پاشم، خب صبح پا شدم قهوه‌مو خوردم رفتم نمیدونم نیم ساعت راه رفتم فلان کردم. نه حقیقتا من اینجوری نیستم، یعنی دوست ندارم. هدفم از این که میخوام ویدیو بگیرم بذارم همچین کاری نیست. من قصد انجام همچین کاری ندارم. بیشتر دوست دارم که خودم رو به چالش بکشم، که یعنی مثلا دیگه آقا شروع کن دیگه، بس دیگه خوردیم به بن‌بست بعد برگردیم. آره دیگه، یعنی هدفم فقط همینه. نه قصد خاصی که نمیتونم بگم، ولی فکر کنم دیگه با همینجا کافیه. 6 دقیقه و 30 ثانیه شد. آره دیگه آقا، خلاصه که به نظر من برای شروع هیچ چیزی کافی نیست غیر از اقدام کردن، غیر از خود شروع کردن. همین، هیچ چیز دیگه لازم نیست. هیچ اطلاعات خاصی لازم نیست، هیچ علم خاصی لازم نداره انسان. بیشتر چیزا دیگه توی راه میرسه. شاید مثلا چه میدونم 2% 3% کار اطلاعات رو دونستن باشه دیگه، باقیش به نظر من فقط باید آدم عمل کنه. همین، باید پاش یه حرکتی بزنی. به خاطر این من میخوام این کارو بکنم. ببخشید زیاد حرف زدم. اینی هم که کلا میذارم به خاطر اینکه موها رو تراشیدم، حالا فعلا باید کلا سرم باشه. آره دیگه، یعنی از این به بعد میخوام همینجوری شروع کنم، ببینم که چیکار میخوام بکنم چیکار نمیخوام بکنم. همین، واسه خودم، واسه دل خودم، تا عمل کردم و بذارم جلوی دوربین برای خودم تا یه سوختی بشه و یک عامل حرکت و فشار باشه برای خودم که بتونم بهتر حرکت کنم. خودم یه جوری موظف حرکت کردن بدونم. اینم خوبه، میتونه به من کمک کنه. آدمتون گرم. امیدوارم که همیشه شاد و سلامت باشین. این ویدیو رو هم بگیریم و بریم.